آقا خیلی مخلصیم. ببینم صدا میاد تو این حالت. خیلی خوش اومدیم ویدیو. من هیومنم. این ویدیو سوم منه. خب میگن تا سنشه بازی نشه. سر قرارش دلم دوباره شده بیقرارش. امیدوارم این ویدیو بهتر باشه. ما اومدیم کلان طبقه پایین رو میخوام نشون بدم. چی دیگه اول ویدیومه. خیلی خوش اومدیم به چنل هیومن. لایک و سابسکرایب حتما یادت اصلا لایک یادت نره، سابسکرایب یادت نره، حتما یه کامنت و پر انرژی واسه داداشت بذار. دمتون گرم. حالا هیومن از نزدیک دیدیم. ما یه قهوه گرفتیم، قهوه تیپیکا خیلی خفنه. 50 لاین 50-50ش جذابه. خیلی خوبه آجی. خب حالا که داریم پایین رو میبینیم، من یه سری چیزا بگم راجع به پایین. خب این تک تک تابلوهایی که میبینیم واقعا براش زحمت کشیده شده و واقعا خیلی خفن آجی. خیلی جذاب در اومده اینا. خب من یه سر برم بیرون ببینم رفقا چه خبر، چه کار میکنن. اینجا دقیقا همون جایی که من کار میکنم. خب میتونی ببینی چقدر ویوش خفنه، ویو ابدی. خیلی خفن در آوردن آجی. تو بار رو نگاه کن خدایی. اینجوریه. من خیلی دلم می‌خواست باز فیش در بیاد واسه یه فیش خفن بزنیم آجی. 2 تا خفن ترین چیز در اومد واسه من. 2 تا ماکتیل در اومد. خب استارتشو بزنم. خب بریم با هم یه 2 تا آیتممون رو بزنیم ببینیم چه خبر. خب همیشه دوست داشتم کی بپرسه چرا نیسته، یا مثلا چرا اصلا بالا سر. تو من میگم که خب نمیدونم. یا بوستون میگم شما کنم. خب نوزلین امیدوارم که افتاده باشه این حریفت خفن سر امتیازی ما. خب 3 تا آیتمو برمیداریم. میام اینجا به حریفت خفن قبلش حتما یه هم بزنیم. این آب میکاره. خب کارن تهنشی میشه، اون غلظت مناسبش نمیمونه. امیدوارم این بچه ها بیان آجی. من حوصله‌ام سر میره کنم. خب نمیدونم صدام چطوری میاد. امیدوارم که اوکی باشه. میگم هیچی نمیاد. من سعی میکنم رساتر صحبت کنم. باریکلا. Hello. I hope it's okay. I just came through this. Just closed. رساتر. خب آبیبه آلوالو. راستی من تو ویدیو بعدی
یه کوکتیل بهتون یاد میدم با هر عرقی دلتون بخواد، حتی عرق سگی. چرا عرق سگی داریم ولی عرق گربه نداریم. خب آره، یه چیزی یاد میدم، هرچی دم دستتون هم باشه باهاش میتونیم بزن پر ما هر آیتمی که نوشتیم تا الان توی بار سردمون با هر الکلی بزنی میتونی استفاده کنی، یعنی خیلی راحت میتونی استفاده کنی. سیروپ لوندر مال برند CC به اسپانسرمون نیست، یعنی من هیچ اسپانسری فعلا بجز جیب خودم ندارم. هن؟ واسه چی؟ به خاطر اینکه میخوایم رو پای خودمون واسه یه نکته بگم، زیاد نمیگن، اگه بخواین طعم نوشیدنتون به اصطلاح ماکتیلتون خاصی در بیاد یه تخمین از این بزن، واقعا جواب میده، واقعا خیلی خوبه. Two hours later. حرکت آخرم خوب چی بود؟ اینو سعی میکنم نذارم. No, God! No, God, please, no! 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 No!
میشه. این سیبه رو من از خونه آورده بودم. کنسری فعلا به جز جیب خودم ندارم که بخورم، ولی چون پاک کردم گفتم بذار از سیب خودم بده. خب ممنون. مرسی. سلام بهونه قشنگ من. همونجور که داشتم میگفتم یا به این حالت خب به جایی که نیست، ولی خب بالیمون این کار رو بکنه تمیزتر در میاد. به همین سادگی دورش هم یه نمک میزنی یا به اساس اون آیتمت طعم آیتمت چیز میکنی، دورش رو جیم میکنی. خب میریم که به من نگو دوست دارم. چون این طعم پاستیلی داره یک آیتم من از پاستیل استفاده. خب سلام آقای غلامی. با من بیامان بده من فوش دادم و اینو در نظر نگیریم. نه خیر، آمریکا هیچ غلط نمیتونه بکنه. میدونی چرا؟ اگه فوش شنیدین خودتون بوق بذارید. لهلنده نیاوش قلبی لهلندیم به معنی تحت لفظی فارسی میشه قلب لندیم. میشه فارسی نشون توی توش خودشون قلبی شدم. ها؟ آستیل بخوردم. آقا من معرفی کنم. سلام بلد مجموعه. سلام بهونه قشنگ من. اصول آقای غلامی یکی از بهترین اصولای منه. همون که اینجا پاپیون میذارم همش من. سلام بهونه قشنگ من. میدونم چی نفره دارم چند تو شهر دارید شفا یه سوال فنی من میخواستم تو یه ویدیو دیگه معرفیش کنم. بله ولی قسمت این که اینجا رو نمیذارم. یعنی خود خری خر بودن تویی. باعث سعادت ما در ویدیوهای جناب آقای من نظری باشیم. من همچه دیگه شما یه گردن آقای غلامی رو پوست میکنم. من لوپ من پوست کردم. من هرچی یاد گرفتم از آقای غلامی یاد گرفتم. تو کامنت ها استعداد خودتون بهترین احمد، بهترین آقای غلامی، عزیزی دلم، استاد بهتره سابسکرایب کنید.
بچه ها سابسکرایب کنید، زنگوله بغلم بزنید. خیلی محتوای توپ و خبری قرار از ماها ببینید، مخصوصا هومن جان. قربونی شما. اگه بکنید منظور سابسکرایب کنید، خب پیش من جایزه دارید. سابسکرایب پیش من جایزه دارید. میپرسین چیه؟ نمیدونم، میگم بهتون. خب یه نکته دیگه، آقای غلامی عاشق پاستیل. خیلی بخورید و بیا شامید، ولی اصراف نکنید. من گفتم بوس به همه ما من یارم شد. من گفتم بوس به همه. فعلا خدا حافظ. خب آقا الان خودش رفت. این مرد واقعا محشره، به خدا خیلی خفن. حاجی من خیلی چیز ازش یاد گرفتم. ببین یکی از تو، خب بذار اینو یه دسته رفتش کنم. 2 hours later. یکی از این که مثلا تو یه چیزایی رو چون تو این صنفی یاد بگیری، یکی از ازش مردونگی یاد بگیری. خب چیزی که آقای غلامی رو من یاد داد همیشه مردودن. میدونی چی میگم؟ این که زن باشم داداش. بعضی که مثلا شایر بشن یا استادانه، واقعا یکی که همیشه حمایت کرده، واقعا خیلی زحمت کشیده. من خیلی مدیون این مردم به خود. خلاصه آره. البته این هم بگم خیلی هستن که بهم کمک کردم، ولی این مرد واقعا یک کار دیگه با من کرد. خب من دارم یک بکنی کنم بیام. ای قدرت شیشه، ای قدرت دریای. بوکینگ کردم آقایش. فکر نکن. قشنگ من. افسری چطوری؟ کالیف من بچه که بودم عاشق شیک بودم. فکر نکن. من بچه که بودم عاشق شیک بودم. چی دیگه اینجوری ما هم عاشق شیک بودم. آقا مرسی که تا اینجای ویدیو اومدین، دمتون گرم. لایک و ساب یادتون نره. یکم هم پایین رو توی شب ببینی، توی شب که میبینی نورا بیشتر مشخصه و بیشتر زده بیرون، تاپا خیلی جذابتر شدن. هر دوتاش خفن ها. شب یه چیز دیگه است. البته خب صبحم
جور دیگه است. خلاص این مطلب خیلی خفن در اومده. مرسی که تا آخر ویدیو اومدی، واقعا دمت گرم. مواظب خوبیاتون باشید. تا ویدیو بعدی، فعلا.